سامانیان و شما اندیشمندان، بزرگان، دانشمندان، سخنوران و فرهیختگان حاضر در طلب. مکتب هر آنجا رفتی نمود اختیارهم، حالی سعادت است او شود بختیارهم. فردی بشر بر تاج کرامت مزین است، حلم است همچو تاج بشر تاجدارهم. در نزد اهل علم بود استوارتر از لنگری زمین و زمان اقتدارهم. برداشت دلو جلو به دستش نداد، یعنی زمان حق و خرد دوستدارهم. قایم نگشتی در همه جای آبرو نیافت، هر که او نرفت جانب بالر قرارهم. با آن خواست پیر جوان گویی که روشن است، باشد به اعتبار عمل اعتبارهم. از بیشهای مخلد سرای حول ناد راه نجات نیست و جز راهگذارهم. سرمایه سعادت کونین اندروست، فخری دیگر مجو به جز افتخارهم. بالینشین تخته خواهی گرمی داشت، شبان نشین مردم شهنده‌دارهم. دارود واپسین چو نفس در قفس بود، پای مراد بر نکشی از دیارهم. هر جا بروی نسل جوان دیدم هدون، گیتی گشاده چشمی بود انتظارهم. هر جا بروی نسل جوان دیدم هدون، گیتی گشاده چشمی بود انتظارهم. نام خود را با دو جمله نایب خلاصه و جملندی می‌نماید. یک، هرگاه خداوند بخواهد کسی را اخبار گرداند، او را از علم و دانش بی‌بهره می‌سازد. دو، تفاوت افراد با دانش و افراد فاقد معلومات مثل تفاوت بین زنده‌ها و مرده‌ها است. در فرجام از همه سروران بزرگان، اصحاب ذوق پرده و کرم، هم از آزران نمایدند سپاس بیکران.